حساب نکنی خفه شد من قرمز شد حساب نکنی خفه شد من قرمز شد قبول بود. یعنی بعد تازه بگم مرتضی سلام عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز. حامد تبریزی کوچیکی همتون مرسی از کانال شخصی خودم منو دنبال میکنین. کنار بچه‌ها قراره یک چالش بی‌نظیر رو بزنیم به این صورت که با شال چشه طرفی که اونجا قراره بشینه رو میبندیم. خانم بهار هستن، آقا مرتضی، خانم امیدی، فرنوش هستن. به همین صورت که میبینین یه دونه نوشابه نارنجی داریم، یه نوشابه سبز داریم، یه نوشابه آبی داریم و یه نوشابه قرمز. و تا به این لحظه که من با شما صحبت میکردم یه میده مزه توی میگه مزه آرد میده آرد بعد من تا به این لحظه که با شما دارم صحبت میکنم واقعا نمیدونستم که ما 4 تا رنگ نوشابه داریم. خانم امید شما میدونستی؟ من آبیار یه لحظه زردم داریم. من یه چیز دیگه بگم، مشکی هم داریم رژیمی. زردم داریم. آبیار رو دیده بودی؟ من پپسی بله. آره دیده بودم ولی یادم نبود. ولی یه دونه مشکی هم داریم رژیمی. حالا بازی به این عنوان بذار من اینو بذارم اینور. ما یه دونه بادکنک نارنجی، سبز، آبی، قرمز گذاشتیم اینجا. چش طرف مقابل بسته میشه. ما اینجا اینا رو جابجا می‌کنیم. خب باش حلوا درست کنم. شما نمیدونی که دل نمی‌کنه. آقا اگه 4 تا رو که فکر نکنم کسی بتونه درست بچینه، اصلا امکان نداره. 1,000,000 تومان جایزه نقدی از طرف بنده به اون شخص تعلق میگیره. افتخارشون. و اگر که یه دونه اشتباه باشه، یه دونه اشتباه کنن، برف شادی تو صورتشونه. اگه 2 تا اشتباه باشه تورت نمکی رو میدیم بخوره با برف شادی. اگه 3 تا اشتباه باشه یکی از این میوه ها رو میذاریم با کله بره و این 2 تا رو مصرف کنه. همه رو با چرا همه این نبود؟ نه آردم 4 تا اشتباه. نه 3 تا 4 تا. اگه 4 تا اشتباه باشه برف شادی رو میزنیم صورتش، اینو میخوره میباله میکنه بعد میره تو آرد. آرد رو نمیشه خورد. خانم با آرد کار داری شما؟ این جریان خودشه. خیلی مخلصم. امیدوارم که از این ویدیو لذت ببرین. تا آخر این ویدیو ما رو دنبال کنین. فکر کنم جالب بشه این ویدیو. خیلی خفن میشه. زنگوله حالا حبه اون انگوره. خب آقا نفری عدد بیاریم تا بره بشینه طرف فرسون اونجا. عدد بیاریم؟ عدد از 5 به پایین باشه. 5 4 3 بریم. 3 2 1 4 2 6 8 9 10 میشه دیگه. بعد 4 2 6 هر کی میگه 10 میشه. بعد کدام 8 تا 9 میشه. آقا به خدا اذیتم کرد. اون قضا میاره بگو من 9 میشه 10 میشه. آقا 10 میره میشینه اونجا. بریم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 همونجا دقت کردی یکی دستشو میذاره اصلا اون کوله دیگه. آقا همونجا الان دقیقا واقعا الان دست درد نکنه. واقعا خواهش بریم ببر. سلام کیف بابا. نه به قرآن نه به خدا. الان بگو این چند تا؟ قسم جلاله دارم میخورم. آقا حامد من میبینی؟ وقتی نه به خدا تو خرم دیده نمیشه. الان جا خب بریم آقا. بفهم. خب اون شالا بنداز صورتش. به خدا نمیبینم. ببین جوری این دسته داره چشم درد میکنه. خب کجاست دور بینم؟ اینجا با نه بس این دیوانای منه. یه تومن
اصلا به غیر از خودت به همه تعلق میگیره. اینا همشون یه شکل نمیتونی تشخیص بدی. آفرین. خیلی داری خوب پیش میری. فعلا میگم. الانم بردش کردی. آفرین. من میگم آفرین شک میکنه بابا شاید درست بود. مگه بس بزنه رنگشو مثلا متوجه میشی. آفرین. مگه میشه؟ آفرین. آفرین. یه دونه دو تا درست. ببین اونا عوض درسته اون درستی تو سبزه. آره عوض درست گذاشته بود. نه 4 تاشون شامل آرد بودی ها. آرد بودی شانس الان بهتر شد شانس آوردی میوه یعنی. الان یه سوال دارم. الان 3 تا اشتباهه. آره شانس آوردی اون 4 تا بودی. کدومو بزنم؟ هر کدوم حال میکنه. کجه؟ نه کجا نه. لیمو سنگی هم هست. ها؟ خب لیمو دیگه من یا بازی نه نمی‌کنم این خیلی سخته خب له نمیشه آخه. یا بازی کنم یه جوری بزنی که لهش جوری میبازم که طرف مقابلم بدون من ریدم. سوسمار. ببین من میگم اینطوریش کن تو میزنی. این سنگه. که نه من جلوش میرم. دماغم نشید. من واسه کیوی نشم. جوری بگیر که داشت حداقل اگه سرم شکست تو این اینستاگرام خوب پخش این به من تعلق نه نمیده. اون که هیچی بیسکویت ها تعلق نداره. بریم ماشاءالله. خب دست کاغذ نداری. من شانس آوردم 4 تا رو داشتی رفتی رو آرد. آقا جاتون عوض کنید من چشم بسته این دستم اینطوری میکنم میاد. جاتون عوض کنید من نمیبینم. جاتون عوض کنید. عوض کردین. عوض. بس. یعنی این وریه دیگه. یعنی سوادی؟ شما اون خب مرتضی رو به جایگاه دعوت می‌کنید. بچه دعا کنم حرف بزن. بریم. مرتضی چشاتو ببند محکم. آقا همونجا ببند چشاتو. به خدا بسته یه خود چیز کنیم. نه نده بالا به اونو باز جون چی حامد به قرآن یکی دیگه هم روش ببند. نه یه دقیقه اجازه. فقط سوزنی نبند سرعت چیز سوزنی به نبند. حضرت منم همینطور. یعنی تو که هم هستی. به قرآن مچه نکن دیگه. من از 6 نفس میکشم چه کنم من آردو میخورم. آردو نمیشه خورد. میشه رو آرد حساب نکنی خفه شد من قرمز شد. نزن دارم لایک کامنت سابسکرایب ببندم بغلته رو این نیست که بابا. به جون عزیزم که خودتی نگاه نمیکنه تو خدا یواش بگو همینطوری برای من بستیدم. من غلطی آخه یه چیزی میگفت من شغل میکردم به قرآن نمیبینم یه ذره چشتو ببند. اوکیه. خوبه خب اینو این اوکیه الان دیگه. آره ولی اذیت نمیکنه بریم زود من باختم باشه سلام برسون به عمه. تو مرتضی جان اونا لیوان پشتندش آره دوش هست. بریم. خب بریم دی نه ساکت میخوام تمرکز تو رو اول بعد من این ولی سرتو نگی بالا از زیرش نگاه میکنی. به جون بابا ترمیناتور هم میدونی ترمیناتور چیه؟ خب خب برم بچینم آقا اینجاست مرتضی. پایین. اینجا. آها گازش رو. خب تموم شد. نه بابا تازه شد تاثیرگذار بود. اوه
دست پول لحظه اومدم نمیگم نمیدی چه برنیم داره پیاز نمیدی چرا کجا رو کیوی له شدم داریم مرتضی چه خوب چیدی نه والا نگو دیگه اوه ببین تو نمیدیدی نه؟ در حضرت عباس ببین دوتا حرکت که جابجا کردی 4 تاشم قرار دوتاش درست بود یه گوشی انجام ببینم اینو دورش بسته بودم و اینم چون تازه گرفته میرسم خنک ترینش کنم چقدر این میتونستم نگم دیگه ببخشید سلام برسه احمد گفتی ساری باید بریم شرمنده الان 3 تا اضافی هم درسته؟ 2 تاشو دو تا. اشتباه گذاشتی بعد برف شادی بزنی نه دیگه 3 تا حساب میشه جرزنی کردیم 3 تا باشه نه طور برف شادی بهتره 3 2 قبوله سال لباسم میخوام که لباسشو میکنم من باش کلیپ بزنم دستمان نمیتونه باش به نظر من اتفاق خاصی نیفتاد و مرتضی تو به افتخارش دست بزنید مرسی بابا با بچه ها شما میشه سنگ ها از قیچی بیارید تا یکتون بیاره میگه فقط روغاردا نریزه سنگ ها از قیچی کن صدا بالا نمیده سنگ ها از بشینم چرا بلند شده بشینم خب بشین همینجا سنگ ها از قیچی سرده برفش اونجا رو بگیر میدونم منو از یاد میبری چی گفت برگشت که یواش بهنم بگیریم آقا این برداشت آقا این پهم دست داره میبینه میبندم به امام حسین باشه نمیبندم یه جوری برات میبندم آرد بخوری خب آره آفرین پوله رو نمیخواد آردن آره آقا 2 کیلو آرد من میخرم میدم این خانوم ببره خونه شو میشه چرا من اگه موجام خراب شد 700 دارم واسه موجام 700 آج اوکی بودن عبرزی خیلی بودیم این درسته دیگه درسته؟ خب خانم امیدی شما آماده این برای جابجایی؟ بله خب بریم خب بریم برو چقدر اینا رو تابلو میخوبه تو احساس کنم هیچ کدوم رو جابجا نکردیم نه میتونی شما همچین نیستی رو داشته باشی این خونگه رو پیدا کردم به خدا که این که سر جاشه من نمیخوام جابجایی مطمئنی؟ مطمئن؟ هر وقت خودمازی درجا شال تو به دوشمن که مثلا نگی تقلب کردی فرهاد نمیتونی راهنمایی کنی کار درست دارم میکنم یا نه شما همیشه کار درست انجام بدید. آقا چون میخواد آرده رو برنده شه هیچ وقت بده بیایش آقا چرا داری راهنمایی میکنه؟ چرا؟ خب چرا داری جابجا میکنی جرزنی بچه‌ها دیگه دست نزنید نه دیگه بازی نمی‌کنم واسه چی وسطش جابجا کردی سلام برس شما احمد شما ببخشید خیلی بلوش ببخشید بچه‌ها بله نه هیچی نگو خانم نه واقعا نه خیلی واقعا نه واقعا نه بکش پایین شده خب اینو با راهنمایی ایشون و اینم با راهنمایی ایشون شما درست بکنید بیسکویت رو میخورید بدون آب میتونی نصفش هم بخوری نه از کجا قانون در آوردم خانم خب من آخه نصفش هم
چی؟ الانم آره میبینه اسکویتو واقعا توی چی؟ توی یه دقیقه توی یه دقیقه باید همشو بخورید من میخوام خودکشی کنم دیگه بله ساقط علی لاغل گرفت یه چشام یارم من واقعا توی کودکی عاشق ترد نمکی بودم به خدا قسم نه پنیر غری و پنیر هم تایید اوه این خیلی من آقا پنیر نمک بود و قاشق میشه من بدید قربون کارما برم من گرفت اینو کارما در از ادو کرد دست به پا چلوفی بودن خودم اینه کارما شدم تا دیروز کارما رو بلد نبودم میگم اول پس بزنه به کمره اینا رو از این استایت میگیرم نبین آی بلالی هم بچه خب یه تایم بگیر خانمه کرفچیان مگه ما گفتیم تو مگه بقیه تایم داشتن نه از تو 2 دقیقه اشکال آخه همه‌شو که نمیتونن بخورن باید یه کنتونی باید باشه که آروم من هم کمکت کنم من تو من رو کمک کن آروم بخورن واقعا اونجوری که داری میخوای انگار حواس واقعا ترد کردی یه بخور اینجا خانم داره به شما خوش میگذره قرار سر اذیت بشین آره نشون شما میتونی انتخاب کنید خب یه قاشق بید منم بیکارم بودم شد 20 ثانیه این بابا اصبت نکن روزه من یه تومن میگم دستت دارم از اتاق فرمان نه خوب بری زدم اومده الان برگشتم ترد با برف شادی نخوردیم میشم اصلا بیا اینجا بیا کاراملش کنم بیا برف شدی نفس نمیکنم یه بگیشم اتفاقا آب بگیر ولی داره بهشون خوش میگذره من نمیدونم این چه موضوع میکنیم یه کاری به خوش نمیذاره بده طاقت بچه عالی بود نکن اصلا باید چرا ناراحت شدی؟ اصلا زد مرتضی مرتضی یک بچونه مادرم تو رو اول بزن برش گرده بزن تو صورتش بزن اوه کمرش شکست اوکی من داخل نبودم ایشون اونقدر ساقه ترمی خوردم دیگه کارما برو امیر برو شما دست بزنید دستتون پایین لطفا ایشون داره میبینه محکم ببنده گره محکم نه کور نمیشی هر به هیچی کور نشده از این به خدا موجه هم چیز میشه جدا بسته سشه بیاین بشین هم امید بفرمایید بشینیم شما بشینیم خب دوست عزیز جابجایی انجام شد شما همین الان میتونید شروع به فعالیت کنید بفرمایید وایسین تا بزنید جلوتون خانم امیدی شما میشه اینجا بشینید چون تصویر ما اینجا رو داریم اونجا نمیگیم بریم 3 2 1 بفرمایید دلم برای آقای بلالی ها میسوزه دیوانه جلو فشار بزنی تو صورتم که با گوجه بزنمه من اشتباه خب الان یه میشه اصلا جلوی نوشابه نیست آره اوکی حالا خودش میچینه خب اگه میخوای آرده بهت بیفته کمکت کنه نه اجازه آرده رو خواهم حلوا درست کنه
چرا دست میزنی؟ دست نزدیم. دست تو. نه. من فکر کردم با دیدن دیگه. دست نزنی دا. نه. خیلی رفت اونجا آبیه با گوجه ست کرده. یکی درست. حداقل دوتا رو درست گذاشت. کاش 1 میلیون برنده میشد. من فشارم نمیدین افتاد. نگاه کنیم پان. چرا حالا آرد برام هم 2 تا اشتباه 3 تا و نیم. 2 تا و نیم. 3 تا و نیم چه اینطوری به بود؟ خدا 3 تا دیگه. 2 تاش اشتباهه. چرا برف شادی نبود اونه دیگه من 2 تا اشتباه. من دیگه با خانواده کلیپ نمیزنم. نه امنیت جهانی دارم. نه خدا چالش هم وضعیت مالی داری. لطفا دستاتون رو دستاتون. رفتنی که بازم خالی کنیم. تمام اوکی. خسته نباشین از اونجایی که ایشون هم با بسه دیگه. این کجا گناه داره یعنی برف شادی بگیرم همتون رو کوبیش میکنم. هیچ جاش نخورده. نگاه کنیم تو تاثیر جایش خورده. یا حسین تصویر بردار. چرا؟ تصویر بردار. شت کمین کرده مرتضایه میه مرتضی اینا دارم مسلم میشم. مرتضی سنگر بگیر. چرا؟ مرتضی پوشه. بازی واقعا نامردی شروع شد و نامردی تمام شد. اینا باختن برای چی دارن برنامه شروع می‌کنن؟ چرا باختیم؟ حکممون رو اجرا کردیم. چرا واقعا؟ چرا نمی‌ریزم هرچی میدونم. من دیگه برم آجا نیستم. نگیر دیگه صورت من ترکی. من از اینجا میام لایک کنم سابسکرایب یادتون نره. تمام